سلام حمیدم رفتگرم. کاراشونو میکنه، لباس کاراشونو منجم کنه. بله پریزگارم همون مایانم میدی؟ همین 2 روز پیش گرفتی. بده دیگه. دمت گرم، خیلی خوشمزه بود. آقا ببخشید این شوهرم خیلی اذیتم میکنه. بذاشتم دست بعد نمیام برم. الو رادیو؟ بفرمایید. ما رفتگرم الان داشتم کار میکردم، یک کیف پرپول پیدا کردم. چه انسان شریفی، میخوای با دادن مشخصات صاحبش پیدا کنی؟ نه یاره خلی می‌خواستم بگم برای صاحبش یک آهنگ غمگین پخش کنی. ما کل شهر جارو می‌زنیم بابای 7 میلیون حقوق وقت دارم یک بار خانه رو جارو زدم میگه بعد برام علنگو بخری. گوسفند چه وقت حرف زدن آقا جان؟ همین کسب کره. خانم ببخشید از دستم افتاد. این حرفا چیه خانم؟ پس ما حقوق میگیرم برای چی؟ اصلا شما هر روز از اینجا رفت آشغال بنداز جمع کنم. من آقای رفتگرم، زباله ها رو میبرم، هر شب میام در خونه ها سراغ اون زباله ها که ریخته توی کیسه ها. کیسه ها رو برمیدارم توی ماشین میذارم، اگه زباله جمع نشه باعث بیماری میشه. بیایم پست آموزنده میگه پست آموزنده نیست. اگه آشغال زندگیتون رو نریزین دور، زندگیتون رو به گم میکشن. این راجع به آشغال نبود. آقا به چی برای تمیز نمی‌کنی؟ اون مال من نیست، سگ میزنم منطقه 3. هم کی ممکن ما 4 صبح بیام خیابون جارو کنیم، یک سریار دوست رو بکنم تو سلاش خودم چی بزنم. کی فکر میکنه با مدرک فوق لیسانس کار به اینجا بکشه؟ دوباره دل هوای با تو بودن کرده. کورم مال باز شب رنگم بپوشم بخوام زیرم کنم.